شدم عباس گوش کو دقم تو تاله عربه بزنی کندی خب بمی کلی گنده توشه نادی عباس که سنگ میشه داشته باش نادی او مرتون بگیره خاک بمی شکل تو به چی نودونه نگاه کن خواری رو نگاه کن بشی تو تا یک کلوخی به تو بزنم که رنج تو گل شه بیا تا رزی بسته والله که برف کردی خدا تو رو بزنه بکه یک دو نظر رفیق پاک کده تو میدم اگه مسکیلی بیاری خب خانال اشته چی به تب بریم پتی هنی پتی را میدم سر خود کسی نبینه کسی تو نشناسه بفهمیدی کو متوجه خوب بشی که کسی تو نبینه دیگه جمع باشیم بریم من رفتم دیگه دوست داری هزاری پا پاک کده شیرینی هم میدیم با صدی به دیگه تو شیرینی میدم بشینیم شما بس شما آواز شما باشی که کم اگه من میزنم چی کار کنم نه میزن بچی دیگه بفهمیدم بچی خب ها پس تا پیشی نرسیدم تاریخ و لغ نمیکنم تاریخ و لغ نکن برو من میگه شیشتیم دیگه ها بشین ماما نوروز من اینجا دو نفر شیشته هم من چون چه کار میکنم یعنی رون پشت سر رون بالاخره شیشته هم سه کنیم شما پس از اینجا بریم اینجا بریم اوت میام خوب اوت میای خوب خوب دلجان باشم بریم دلجان باشم انا ماما نوروز شما بیاین ماما نوروز شونام لیست که عوض شما باشه ماما تو بیار دیگه بعد رقم از کمر نزنم یک دانه نه میزنه دیگه میدی ماما نوروز هزار پیانه 200 هم گرم بخشیشی بده چی شد ماما نوروز ماما نوروز ماما نوروز بابا بزو گفتم بیا به او بر بشی کجا رفته ای بزو پشت نرفته باشه تو دیگه کی بودی؟ ابو تو کی گو که کیف تخو کو آقا نوروز شما پول با من از این جیبی آمدم به زیبر از زیبر به زیبر اموک زایی به کیفتم میگشتم ماما نوروز گفتم از این جیبی به پیم گم شده ما او سر سوچو دیگه خب قسمت که تو ندی نه بابا اصلا اون بچه خیالو میفهمی نشناختم یک چلچلگکی بودک یک قد بلنده همین قرار شیشتی بودم سر زمینا بودم سکیل اینا به یک بیشه پرتو بود نگو چند تو قل کدوم 11 سال سیکو با کفتم هم بشیدی شیر مادر تو پیار مطاله گیلگه بگو خرابا میبینی کن هم 100 تا 500 گیره 15 سال شیر مادر 400 دگم از مه خدای سر زنده باشین اگه گو چیزی هم ما نوروز یک وقت به گو دوزی میرفتیم تا به 150 کیلو گو باشه به کفت خو میکنم گوسپندم 4 تا تو دیگه چه قهرمان شما چی پول بدین کاکا نوروز خو
همال امی سکیل خوب این تغییر به یک دست خوبر نداشتم بگیم تو اصلا تو گلگ نی یعنی واقعا قرام میگم گوش کرد که چی میگم شطور دیدی ندیدی اصلا شطور ببینیم چی میبینم هیچی دیگه کسی نمیدونه بله خفا چما چوب الان او در کار میکنه دیگه ما میبرم روشن کنیم بخور بله مامان امروز یک وقت اگه میبینم مر به دست ندین دیگه های دیگه بریم بخیر بریم ماما میگم بچه خالی یک سکلی ندیدیم و میتا ببره نه و میکوچو نه البته بوچنده برار سکل مارما چون کی وردش تازم ساعت نمین ببرده نه فهمیدی که بوده نه چی محسوس سراغ میکنم ندیدی نه دیدم بمیره با بیلا بمید برار خواه عباس 10 دفعه بگفتم عباس همین سکل به سر همین زمین نیا بمیتا روز گله باریشی بمیتا روز خونوکی کدوم موتاد سکل وردش ببر چکار بکنی با بیلا چنال جواب باباشی بده با بیلا من چه کار کنم جواب پیه برچی بدم کجا بگردم برات سکل خدا پوست من میکنه من چی میفهم کون شده من جواب پیه خودم چی بدم چی بگم برای چی بگو تو کسی نمی سکل روش تو باشه انا پیشی بردن من این چه برم سر بیارم میگو که سکل نوردی هر تو تان از سر به در میکنه بازم خوب شد کمی برف ببرید که می زمین ها کار نم کشه بله میشنم چی؟ حالا گریه نکو گبزی بگو موتور گم کردی تو به تعضی اخبندیا و برفا به سهرها چی میایی خودی کجیر او را هم خودی خود کردی برفتی به تا سهرها ایشته بده که تو موتور گم کنی وای 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 دیگه من نمیفهمم دست تو برار چه کار کنم هیچی من نمیفهم خوب کاری کردی موتور گم کردی خوب کاری کردی حالا انزن زدی به من سفید خوردی دیشتم و ندیشتم یک موتور دیشتم آخه تو چی مرگ می به سهرها خودی از یک گوجبی خوبه بیا چی صدا داری؟ چی کار شده؟ هیچی بشینه من که گاهی وقتا به تو میگم زن همین بچه تو را اگه ایلا یک امپلوغی میزنم تو مانی میشی نشو هنی زندگی من یک موتوری بود او هم بچه جان تو برار خان و عباس خان اور ببرده به سرها برده هنگون به تعذیر روز برف که من به سر کار نتونستم رفته تو سیکو که اینا چه کار میکنه آخه من همین دیر و پره روز میخواست ببره که به زینا گفتم نبرم سکیله
نه بارین کجی رو با عباس هر تا یک جا شده این بزی کشک میده این بزی کشک میده که باش سکر اسرا بیرو کنه خب بالاخره مانی شدم ها نمیرو بازی کار کردم ما دست می برار خمه به رود البستی گیر موندم من نمیفهم چه کار آخه کجی من زندگی من نمیگذارم میگم امی کجیر مار دیشب بخوابه دیشب میگم ناجور بود آخه کو خمزه تا صبح بیشتر خسته برم تو بگذار اکی به سرا بیا متیار میکنم حالا کما برو یک دقیقه کنم خدا بر پال بلکه پیدا شه پیدا میشه چیزی که گم شد با پیدا میشه خدایا این چی حال روزه که ما داریم این چی بدبختیه که ما داریم این بچه‌ها هیچ از اصلاح شدنیه خدا اینا رو هدایت کنه آدم نمیشم هیچ هرچی به اینا بگی هیچی